رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بینندگان عزیز گرامی، ما در برنامه مستقیمی پیش از اخیر در موضوعی معامله زن شوهری صحبت داشتیم و خیلی سوال‌های زیادی با ما وارد شد و خیلی پرسش‌های زیادی هست. بعد از اون ما در تربیت فرزند چرا ترتیب اختیاری این موضوع چنین هست؟ به خاطر که اگر معامله زن و شوهر یا احترام بین زن و شوهر، یک دیگر فهمی بین زن و شوهر یا محبت بین زن و شوهر باشد، تربیت فرزند آسان می شود. حالا این پدر و مادر وقتی که فرزندان رو خوب تربیت کنند، یعنی حتمی اون پدر و مادر رو احترام میکنن. این واقعیت است، این حقیقت است، اثبات شده است که هر فرزندی تربیت کرده، یعنی پدر و مادر خود رو بالای چشم دیده میبردارد و هم پدر و مادر خوشبخت. مهم اساس اینجا فرزندان خوشبخت میشود. موضوع فعلی ما احترام پدر و مادر. اینجا سوال چنین اومده است: اونایی که پدر و مادر رو احترام میکنند و کجا رسیدند و چی خوشی‌هایی، چی خوشبختی‌هایی دارند؟ و اونایی که پدر و مادر رو احترام نکردند چی آزاری، چی ضرری و چی عاقبت‌های بدی دیدند؟ و اونایی خدمت پدر و مادر کردند و به کدام مقام‌ها عزت و شرافت و کرامت انسانی رسیدند؟ و اونایی که پدر و مادر آزار دادند به چی مصیبت‌ها و ناکامی‌ها و بدبختی‌های رفتند و رسیدند و ناکام شدند؟ اطراف این مسئله ها ما صحبت داریم. پروردگار میگوید: استعذ بالله و قضى ربک الا تعبدوا الا ایه و بالوالدین احسانا. پروردگار امر میکند که غیر از او هیچ چیزی، هیچ کسی رو عبادت نکنید. چرا عبادت شما غیر پروردگار رو به شما هیچ منفعت و فایده نمیرساند، برعکس بدبختی دنیا و آخرت میکند. یعنی تنها پروردگارتون رو عبادت کنید تا اینکه اون پروردگاری که خلق کرده است شما رو عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت به شما نصیب و روزی بگرداند. بعد از عبادت خودش پروردگار تمام انسانیت و بشریت رو امر میکند که با پدر و مادران خود همیشه نیکی انجام بدهید و بالوالدین احسانا، و پدر و مادر همیشه نیکی کنید. مبادا اگر یکی از اونها یا هر دی از اونها به سن سالی ناتوانی رسیدن، ولی نمیگه شما نزد اونها باشید، اونها نزد شما باشند، یعنی اونها بالای چشم دیده شما و شما در خدمت اونها باشید. هیچ وقت با او اف نگو، ای بیزار شده که دیگر یا خوش قوا، ولی خوش قوا کجا اف نگوید میگوید. همیشه با اونها سخنهای نیک، عملهای نیک، سخنهای نیک بگویید و عملهای نیک انجام بدهید. همیشه خدمت کنید. برای چی پروردگار اینقدر تأکید میکند؟ چند جای قرآن تأکید میکند که شما با پدر و مادر نیکی کنید. در سوره احقاف پروردگار میگوید که وصینا الانسان بوالدیه احسانا. وصیت به معنای امر. ما امر کردیم به انسان، حالا مسلمان نمیگوید، یعنی تنها مسلمان نه، تمام انسانیت. وصینا الانسان، و انسانیت و بشریت ما امر کردیم حتی مداری دور کردن پشه را از خود ندارد. هیچ مداری ندارد، هیچ تصوراتی ندارد. فقط نیاز دارد که پدر و مادر نگهبانی اونا باشند و هم واقعا هم اگر پدر و مادر اندکی بی‌پرواگی کنند، اون طفلک یا اون گوشپاره خام یا اون طفلک نوزاد
هلاک می شود یا معیوب می شود. هلاک هم نشود معیوب می شود. اگر اون مادر هرچه زود لباسش رو خشک نکند، نشود و تازه نکند، شیر ندهد، طفلک نوزاد یعنی فلج می شود، بیمار می شود. حالا این مادر یا پدر با هزارها آرزو و امید این طفلک ناتوان رو آغوش میگیرند، کلان میکنند و به وایه میرسونند. این همه خدمت ها رو انجام میدهند. از روی آدم و آدمگری هست که حالا این طفلکی که هیچ توانی نداشت امروز جوانمرد و توانمند شده است، اون پدر و مادر رو آزار بدهد یا اینکه احترام نکنه، هیچ ممکن نیست. حالا چرا غضب پروردگار میاد بالای فرزندی که پدر و مادر رو احترام نمیکند؟ واقعیت رو ببینید، چند هزار بار همین پدر و مادر، دیگر خدمت ها رو نگویید، تنها همین پدر و مادر چند هزار بار بینی افلاسی همین کودک رو تازه میکند. از روی آدمگری است که بعد این پدر و مادر رو احترام نکند. برای همین هم پروردگار، غضب پروردگار میاد میگه چرا ناآدمی میکنی؟ چرا ناکسی میکنی؟ چرا مهنت های پدر و مادرت قدر نمیکنی؟ خب مسلمان باشن، خب نباشد، حتی اگر مسلمان هم نباشن، چرا خدمت اینا رو قدر نمیکنی؟ چرا اون فضل و اون خدمت و اون آدمگری ها و اون مهربانی ها و اون همه رحم و شفقتی که پدر و مادرت نسبتی تو در خردسالی داشتن، چرا این همه رو قدر نمیکنی؟ برای همین غضب پروردگار میآید که قدر کن. ولی ببینید، یکی از زیادترین راویای حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، و خدمت مادر چقدر برکت یافتند. هر وقت حضرت ابو هریره هم حکیم در یمن بدن، هم در مدینه منوره هم حکیم بدن، هر وقت که کار رفتنی میشدن میگفتن که مادر جان، پروردگار خیر و برکتی زیادت دهد که من در ناتوانی من نسبت من بی‌نهایت مهربان بودی. در ناتوانی من چی؟ در طفل بدن من که هیچ مداری نداشتم نسبت من بی‌نهایت مهربان بودی. مادر ابو هریره رضی الله عنهما یعنی در جواب چی میگفتن؟ میگفتن که پسرم، خدا خیر و برکت زیادت دهد که در برجاماندگی من نسبت من خیلی مهربان هستی. انا این است سعادت، این است برکت، این است یعنی کامیابی دنیا و آخرت. بیگاه از کار می اومدن میگفتن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مادر جان چی حال دارید؟ خدا خیر و برکت زیادتون دهد که در ناتوانی من نسبت من خیلی مهربان بودید، که فلج نیستم، در اون طفلک و در ناتوانی و بیمداری هم خیلی نسبت من مهربان بودید که من سالم کلان شدم، مسلمان شدم، حکیم شدم. این همه نعمت ها رو برای من پروردگارم عطایم کرد. پروردگار برایت مادر جان، پروردگار برایت خیر و برکت زیادی بدهد که در ناتوانی هم و من خیلی مهربان بودید. پروردگار نسبت شما خیلی مهربان باشد. مادرم میگفتن که و علیکم السلام، مادر حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنهما. فرزندم، پروردگار خیر و برکت زیادت بدهد، در این سن سالی بیمداری به من خیلی مهربان و مشفق و مهربان و یعنی خدمتگار هستی، اصل و دستی کم نبینی. ببینید به کجا رسیدم. خدمت پدر و مادر، خدمت پدر و مادر، حالا گفتیم که اونایی که خدمت کردن به کجا رسیدن، به سعادت دنیا و آخرت رسیدن. خود دهقان باشن، خود خادم دین باشن، خود خدمتچی دولتی باشن، خود تاجر صاحب کار باشن. همه این طبقه های انسانیت میبینید که کامیاب ترین اینا رو ببینید، حتمی پشت اینها یعنی چی هست؟ دعای هست، یا دعای پدر است یا دعای مادر. اما اونایی که بزرگ دادن با وجود این که بهترین مهارت هم داشته باشن و بهترین قابلیت هم داشته باشن و بهترین متخصصی یعنی متخصصی سوحی
حساسترین، نازکترین و گرانترین متخصصی سوها هم باشند میبینید که در زندگی ناکامند. حتی یکی از دانشمندان اسلام، دوملایی که در وطن عزیزی ما و شما زندگی دارند، و شاگردان هر وقت تاکید میکردن که فرزندانم احتیاط باشید. لبای الو. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت خیلی سوال هستیم که یعنی باز هم برنامه‌های تربیتی داریم. حضرت یک سوال داشتیم. جان. یعنی حق فرزند نسبت والدین از دیدگاه اسلام همین حضرت یک باشکارانه داشتیم. سلامت باشید، خیر برکتی. سلامت باشید، سلامت باشید، موفق باشید. با شاگردان پند و نصیحت میکردن که احتیاط باشید، در معامله با پدر و مادر احتیاط باشید. همه این ناکامی هایی که من در این زندگی دارم از زن آسودگی نیست، از فرزندانم هیچ آسودگی ندیدم. با وجود اینکه با تمام توانم سعی و تلاش کردم باز هم ناکامم. این همه از آزاری پدر. از خب دیگر جوانی با بی‌درک و بی‌خبر بودم، پدر آزار دادم. حالا پشیمانم، نمیدونم چیکار کنم که هیچ سودم نمیکند. البته وقتی که انسان خصوصا مسلمان نسبت پدر و مادر بی‌پروا می باشد، حتمی ناکامی ها و بی‌برکتی ها و نحس و کسرتی ها و کثافتی ها زندگیش رو فرا میگیرد. یگانه گناهی که پروردگار تا مرگ و انسان در همین دنیا نشان میدهد این چی هست؟ آزار پدر و مادر. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگویند که کل الذنوب یؤخر الله تعالی ما شاء منها الى یوم القیامه الا عقوق الوالدین. هر گناه دیگری رو، گناه بی‌نمازی، بی‌روزگی، دیگر گناه هست، گناه عظیم است، گناه کبیره هست، لیکن عقابش رو، عذابش رو به قیامت باقی میگذارد و آخرت تأخیر میکند، مگر یگانه گناهی که پروردگار تا مرگ به انسان نشان میدهد این چی هست؟ آزار پدر و مادر. حالا اینجا سوالی برنامه پیشین هم یک برادری سوال داده بودن که سوالاشون بی جواب مانده بود، که گفتند جوانای ما نیاز به تربیت دارن، نیاز به معلومات دارن، نیاز به راهنمایی دارن، نیاز به پند و اندرز و نصیحت و درس و سبق دارن. نه اینکه جوانا، حتی کلان سال، حتی من و حتی 80 ساله هم نیاز به نصیحت دارن، نیاز به پند و اندرز دارن. گاه خمار شنیدن صحبتی، گاه خمار شنیدن نصیحتی می آید که میگویم کسی باشد نصیحتم کند، کسی باشد مصلحتم بدهد، کسی باشد راهنمایی هم کند، کسی باشد یک صحبت صمیمی داشته باشد که از صحبت او لذت ببرم. همه، خصوصا جوانا، وقتی که جوانا رو تربیت نکردیم، وقتی جوانا رو که ما نگفتیم، دیگران میگویند کارهای بد و برنامه‌های بد و شوم و غرضناک و پلیدشون رو بالای جوانای کم سوادی، بی سوادی، بی درک ما عملی میکنن. چقدر جوانای ما از بی‌درکی، از بی‌خبری، از کج‌فهمی، از کم سوادی و کج‌فهمی و گروه های افراطی رفتن، دنیا و آخرت خود رو برباد دادن. مسلمان کشی کردن، مسلمان کشتن، جان عزیزی خود رو قربانی ان همون گروه های بدخواه کردن که اولا نمیدونن که گروه های بدخواه روبرش کی است، نقشهش چی است، برنامهش چی است، هدفش چی است، مقصدش چی است. رفتن جان عزیزی خود رو قربانی اونا کردن. از بی‌درکی، از بی‌تعلیمی، از بی‌خبری،
از بی‌معلوماتی، از بی‌سوادی جوانا بالای پدر مادر چی حق دارن؟ موضوع گذشته مفصل در این موضوع گپ زدیم، لیکن به هر حال واجب و وظیفه پدر و مادر است که نام خوب، تعلیم و تربیه، و ما تعلیم و تربیه را هم گفتیم که از لحظه تولد تا 7 سالگی، از 7 سالگی تا 14 سالگی، از 14 سالگی تا 21 سالگی مرحله های خیلی حساس و نازک و تعلیم و تربیه و یعنی همیشه آگاهی و بیداری پدر و مادر، آگاهی و بیداری و هوشیاری و زیرکی پدر و مادر تو اینکه اون فرزند رو به سعادت و به کامیابی ها برساند، این رو هرگز باید فراموش نکنید.